قلب بابامه، قلب هده، قلب گلیه، قلب شعبره، قلب قلب فرنگی. من اسمم فرنگی، خانم اولش. اسمم گلنبر، زن دوم هدایت. شعبر اسم زن سوم هدایت. اسمم زیباست، زن چهارم آقای هدایت. پسران هیچ خیلی هوش شروع کستده خیلی هوش شروع کستده میدروغ میگه تو فیلم میری با میخوام بگی خوبه بچه هم خوبن با زناشو خوبن خاطرشو میخواه نه خاطر با ما خوب است و مهربونی میکنه و مثلا رفتارش با ما خوب است. ما هرچی بگم او چی نمیگه و اینا پیشونیش که نگاهش نمیکنه چون که ظلم مادرانش کرده. ولی میگم پدر بچه همونه، به خاطر بچه هم باید دوستش داشته باشیم. هرگاه او دیرجو مرد همه مرده، همه حالا مثلا همه اینجوری زنده باشه، همه بزرگترین او مثلا زد هم میکنه ای بر بر. ما قبلا شوهر داشتم، شوهرم معتاد شد طلاق دادم. دیگه آقای مقتدری عاشقمون شده بود. دیگه آقای شفیع اومد گفت ما آوردمش برای تو، میشه یا نمیشه؟ گفتم والا این میگن 3-4 تا زن داره، نزنی نمیشه. گفت نه آدم خوبی است و پولدار است و فلان بستان. این دیگه بدون اجازه ننه و خواهر و برادر شدیم زمین. قشنگ هستم؟ ادا بیا ببینم کجا بیدی؟ شاسه دکتر میشو فروختیم. چکار کردی برای پولش؟ پولش همینو قناش نقده، باقیش هم 7 ماهه. چه کسی سده؟ شای گاله در چکی. یه دوریده نواب امشو میسدی میمدی. اوه حاضر زشته. زشت اصلا نمونه. گفتم پیرن کو برسه. وقت ندار چیکارش میکنه؟ و دفعه هم که چک میدن داده بره. دیشه اومد اینجا خونه برادر من اینجا بودن. همین نشست هرچی علی کو بشی گفت نه ما هم برم. که زوده گفتم. ایران اومدم به خونه.
قبل ای بوسونه 3 تامون بودیم خیلی خوبی. دست همون وجه. تو همین حیاتو با هممون بودیم. شب الان تا بس اینجا نشسته هممون دور هم خوب بود. حالا هممون تاک شده میگه سرگردون و ولوی ما. اعصاب روی هممون هم زده. هیچ کدوم نم مثلا سرکش نمیکنه. همش یه جاهه. فقط صبح در میذاره بگه غلام میورگله هیچ بام نمیده. چه کرد خدا؟ چته؟ نه شیشمه نیدیم. از او که دلم پره. لب تو میتونی. بوده روشو بسی؟ بخواه ما چیش خیلی قابل میخواه هر روز خونه آقا روز تکمتشون کنم. بده موبایلش نمیدونم. تو با قربون بفرمایید بشین. تقبل که دومده تو استده دست کنی بزرگ بود. بیبیش نه درست بیبیش بده برای تو همون که تلا همین زیبا ایه بدونی چجور من باید بردار میکنم یه وقتا رو ما گشتیم که تاله زیبا میده کم بابا شام بخور. آره شد هم بشه دقیقه بشه ما سازن زن سامو ببینیدم سر قلبش درد گیرم چرا بابا بعد همیشه قلبش درد نیده؟ نه بابا من نیدم گوی رازم خفتن کنه علیکیه هیدا خودش خیلی خوبه خیلی نرم و دوست داره و اینا ایزن بزرگوش ها من پیش چه هیدا سیاه میزنه میزنه تو و هر روز اول زن بشی نظری انسان هیدا زن بسونه حالا که ده زن نشدی تقصیر کیه؟ او شهر میرم تیر مگه ما رضایت میخوایم هم زن بگیرم خیلی ما افتیم رضایت نمیدیم گو نه با رضایت بگیرم دیدیم میگه چوق کتک و سر صدا مجبور شدیم رضایتش دادیم عاشق دختر امش رسبه خودمونم یه بار رفتیم شویان خواستم بیارش رفتیم ازش چی بعد او با زنده و بیش رفت توی اتاق خوابید ما با بچه‌ام توی اتاق خوابید والا راضی نبودم گفتیم والا ما بریم زندگی اون بنده خدا هم خراب میشه با 4 تا بچه گفتن تو دیگه مثلا بیوزنی و هیچ که نمیستوند بیا ازدواج کنه باید بشیم همین مرد زن دارو تا موقعی که خودم بودم شعفر نگرفته بود خوب بود والا شعفر ما عاشقش شده می نمیذاشتش بیا خونه ما خب سر بچه آخری حامله بودم خیلی سختم بید میرفت صبح ساعت 5 بلند میشد میرفت شب ساعت 1-2 میمد دیگه از دیوار میمد بالا از پشت بود موقعی حبوب خوابی خیلی سخته داره چون که زندگیت همش ازت شوهر و زندگیت میگیره هیچ کاره میشی خیلی سخته
صبر کن دست درد نکنه هدایت را پشتی کرد نوجه فرست بدا چقدر زنه در خوزه چقدر آرزوم که بچه گیرم بیار هیچ آرزوی ندارم بابا یه بچه گیرم ندارم خوب بهترم خود سرگرم بچه می شدم آخه از خودم که بهترم میشه شوهرم وقت بخواد چی بخره فرق کمون نمیذاره بعد همسمون میخره چه او که 7 نفره چی که مدنه فرق نمیذاره تو کارم هر که کار خونه خودش میکنه البته ما حیوان رو دستان بیشتر کارمه تاریکه که دنیا پامشن ساعت 5 بلند شد جارو کردم ظرف شستم گوسفنده در کردم گوسفند چی دادم صابونه دادم شوهرم الان اونم که تموم شد باید پاشن چی بودم بشینه ادا بلنش بگه چه در ببینم بلند شو بده باشو میاد توی سبت رو سبت زرفی کلو زن خوب باشه 4 تاش خیلی خوبه زن خوب باشه اون یکی ها از زندگی برسه خونت مثلا بتونه تایه کنه میمون رد کنه همه کاری بکنه هم یکی ها نصف شما کارگری هستی ما مثلا صوت بسیم با 4 کیلو عرض می‌زدم یه تراکتور می‌خریدم میوردم اینجا 500 تا میدادم حالی هم نبید چرا میگفتم میدادم میوه میدادم زن میگفتم زن بیا با ما عشق بازی کن مثلا ما الان 2 سال زحمت کشیدم همین 2 سال که گلک خریدم شب تا صبح نمیخوابم تراکتور ها و معامله تراکتور خیلی میچرخید اونو خوبه شاید روزی 1 میلیون هم معامله میکردم ولی الان نه یه تراکتور امروز 7 میلیون بیا ببر ای ادا بیا صفرا ببر پن کن شو قیلونه دلزنی کشه گوشه بیا صفرا ببر پن کن جلو آدم بده الان این موقع نه تکن نخوره اما هم یک گیرم داره یه بساری دختر بسم چند داشته باشه تو خویده زندگی خویده نداره براش یه سوال شد یه سوال شد نمیخواه برین اونجا
مامان تو ماشین واسه مایه میه حالا بشین مامان نخید نه مامان یکی اون نمیاد یکی میخوام ولی کمکیش هم بده همه هم میره و نخور نکن ما دیگه ما کچه جلوم نیه بزرلی میکنیم نه نسایی هستی یه نه هم کسی هستی نه نخوام استکانه گرفته بشوره کدامش دوست داری ای یا بخوام بده بگو نه نه تو میزنی یه جبه چون یه بالا یه بالا اصلا فاطمه پشیمون نیستم که مثلا شدم زن آقای مقتدری پشیمون نیستم که مثلا دیگه 3 تا زن داشته و اینا خاطر این مثلا میفهمیدم اینجوره مشکلش نمیشدم مثلا زن سوم زن بدیه گفته هده زن رو معصب نمیذاریم همه یه ثانیه هم زن زنده باشه سن کشش میکنیم 8 سال فکر کنم با ما درست بود زندگی یه روز زیبا با خواهرش آوردش اینجا توی اتاق پذیرایی و بعد دیدیم این اتاق نگاه میکنن اون میکنن بعد گفتی صدمه زن باید زنه میبینیم تو هر روستا خودمون همچه زندگی دارن خودمون میبینیم شده عقده تو گلومون شده دولت راتو البته که جدید داره که قدیمی میخواد قدیمی همیشه بده نو که مد بازار کانه شده دلازا کانه به در نمیخواد حالا نو که مد بازار کانه شده دلازا جودزا دیگر لباس نو که میسینی کانه بور میجودو خداحافظ شما اصلا حالا بخوام باش گپ بزنم بیشتر رو سطح زنش احترام می‌بینم هیچ خودم نمیرم خیلی خودم نه دی حالا اینقدر دلم از دنیا سیر شده درست نمیشه درز نمیشه باهاش حرف نمیزنم وای کاری هم داشته چون بچه‌ها رد میکنم ولی اولی بهتره که این مریضی رو داره زن اولی مثلا بایدار گفته که شوهر برات خوب نی بیا پیشت یه ما اونجا نمیرم میرم پیش اولادتون هر کدامش روز دوست داشته باشیم بهش میگه مثلا در اتاق امشب نبم باش نکن هم میام اینجا یه هم خودش در اتاق نمیرم
این میشه یا هم میشه او هم میشه درسته؟ حالا الان نگاهش که به چه فهم میکنه خیلی فهم میکنه زنم همینجوره والله خدا وکیل چند وقت پیش شده اومده پیشه هرگاه خودش دوست داره بیا هرگاه هم نخواهد تو جوانی هم موقع شغل میشد 4 کش 5 کش هم نازگی میکن آمده حالا نه بده از زیبا میترسه بخواب یا خونای ما نه مثل شوهرش اجازهش نمیده نمیدارن نمیاد حدیث همچی که نمیشکر ما گفتنی هیچی خواستم نگه تو این 5 دقیقه که شما آمده گرده ما طولانیش بیشتره جوونی داد و ما خدا پیری خریبید در این معامله و نفی ندیوید درخت سبزی بودم کنج دالون منم آبم نداوادن جمله یارون با امید خدا آوا به بارون منم سبزی گوشتم در بیابون ما وقت میخونم ما مثل اعصاب همیرزا باد میرزا تگلو تو سرم میاد از چیای قبله نمیدیدم رفتاره جلوترم تا حالا زندگی حالا اعصاب هم میرزا گلو مثل بخص گلو میگیره باز کنم تو بیا تا ما روم بشودم تو بیا چه باز اشغال داده اینجا یا علی خدا زدم خدای تو زدم پیری هزار این شهری پاچه کسه جبونم که بیدم داره میدم یه جوری زنا بیدم سگجمی دار میکردم پهنه میبافتم چه یادم میام حسین ما هم شهر تو بیدیش بهتر تو حالا خوبه بچه ها هم دورتن به شرط بچه نگاه نکن یه پیرزن و پیرمردا مشت بچه اوردن بچه هاشونم همش شدن 2 زنی و 3 زنی و 4 زنی زن هی زن استدن نگفتن مثلا آینده بچم خراب میشه بره زنمو بده اعصاب خوردیه جیگرخونیه مثلا نکردن بگن ها بره بعدمو بده اولاده ما یه ناخونی شد همه دنیا میاد در عمر ما یه رفتن زن میتونن و ول میکنن و خرجش نمیدن و بچه بدبخت میکنن مال همین الا بدن زرنگه خرجی ندی زرنگه چی نداشته باشه زرنگه خونه و زنده نداشته باشه زرنگه نه خونش بعده توس اولاده ما یه ناخونشو میارزه مردم سر عمر اوی 2 سال گردم بید یه هر به در رنجشی از اون نه همین تاچشم میگه یه روز خوبه خوبه برش برو گردای جان راست میگه خوبه میبرم راست میگه راست بفتی چو عروسه ما همش خوبه تو خودت بگی ما خودم بدم گرفتارم شدم دشمنم زود آقا بگی کاسه همه ترک و سرم حالا بپاس بمیره کاسه اینا همه جا تا این دیگه خوبه پایزار آقا اونجا میگن اوسان نمیستم میگن اوسان یکی تو اوسان یکی اینجا فرو قبله نیست نه قبله بگیرش این دستش هم بگیر بده ما چاقو کنش بر لطر زره خوبه این قبله بده ما چاقو میباره یه شتا بده واسه باباره
موقع مرد نیستم مرد میخواد سر یه گوسفندی ببره میتونه چوق ایجو بزنه دست پاش ببره لشتی داره رو بلند کن هر کدوم که تعدادش بیشتره بیشتر گوشتش میدیم هر کدومش که کمتر میدیم نگاه ایجو بزن بیا پویاد انگشت بزن توش بید میذاشتی یا؟ نه دست با اولو که پاره کنی ایناش میزه روش گرچه تمیز داری پشکار روش نزده چی اشته؟ سنیر سلام کردی؟ این بید این یکیو بید نکن این یکیو بید نه بابا من حالا خودم دیدم خورده کور کنیستم این خورد اینجا هر که میخواه دیدش بخورای زبالش حاضرشم آخه چپ شدم بیا بیا کلاش نه دنده پنکا با بیا بزن اینجا بینی مردیم تو میگه چقدر گوش داره؟ شاقو با زور دست رو میبارم این شاقو داره بدش رو کنم میام زد تو سرتا بدش کن این مالیه نه مال گوشوه بده ایزی خوردش کن سنگو بیا تا بکشیم این کاریا بیکار نیست نه که او که بیشتره با بیشتره از گوش من مادر الان میگه گوشه که تربیه چی نمیدارم من دله گوش لوم ندارم اصلا ما گوش نداریم چرا؟ این همه از گوشت خالیه جوابی من میدارم من دله این دله گوش من دستی نگفتم این دله هر جوابش خودش میدونه دیگه ما میمون باگیرم نه این گوشش خیلیه گوش نداره خب من بعد فردامه یه ایوان میداری چکاری ماشت پردامیه ایلیه بی بی من نمیخوام یه ماشت پردامیه من دیگه کنه بکش آقا تقسیم من یه ساعت همه تو افتاپوس میکنه ما هیچی نمیگیم ما دوتر بیرون گیرمونه هیچی هم نمیگیم اندالله ای خدا کنه تا بمیری هم در نخوری گوش کن امروز دارم بیاد این کاری اصلا نداره با ما جنگیدیم حالا گوشی ستم جنگا نمی حرف زور نداری جواب من حرف زور بار خدا نمیدم که خدا اینه چی نگیم حرف زور هر کس نه جوابش میدم میخواه حالا غیره بشه میخواه غریبه باشه نه بابا ادامه ما دوست نداره نگاه وظیفه‌ش 4 تا اون دوست داشته باشه خودش خواسته با خونه اومدیم در خونه‌اش که بیرون خدا خیلی روز اصلا ضعیف شدن نمی‌تونه جور شدن اعصاب خوردیم المانه 100 تا مشکل داریم 100 دیگه نه کار به بچه نداره تو شکل ماشاءالله شو گرد گردته سالا چه زندگی که ما دارم چه ارزش انداله برای من نداره زندگی که مثلا میخواستم تو گرم نمومده تعبم خیلی مثلا در دلم کسی هم نمیگه همش زنت دلم شده عقده دیده دلم مثلا زن بچه های ده مثلا همه چی از هم میگن هده نمیزنه سر پوزشون خودش یه فکر ناراحتیه میگن چرا مثلا ما بشن زنه آدم که 3 تا زن داره 20 تا بچه داره آدم 50 ساله که مثلا همه چی از هم میگه ما قابل مثلا از این بیشتری داره ناراحت هستم بیشتر که مثلا بچه گرانه شو این دو خمه دیدم تو آشپزخونه بودم قدم دالای دفعه هم دلم پر بیزن سی بچه قد گریه کردم که نگو قد چرا حضرت رضا زدن گفتن یه امام رضا ما هیچ جزه نمیخوام یا اولادی گیر ما بیا که ما نخوام سن زوغ بچه ها معلوم کنیم خیلی ناراحت شدم قد گریه کردم تا پزنم دل سر درد داشتم اعصابم برده خیلی اعصابم برده ای روزه
تو مریضی خسی هر رو میخوام برم میری دویدون درست نی که ما یه زنی بوسونی بهتره حساب کن یه تلمبه آدم یه زمین تلمبه داره این چو او نه آبا بری وقتا یه چایی بزنی که او در بیا خب ما همجوری ما امروز آقا زن میخیم جوون هستیم خود خود ایشون خود نمیشه هر وقت ما مردم تا داری زمستونی ما زنده هستن نیست شاید تو نماردیم آقا چکار کنیم ولی دختر آدم بگیره به نظر ما بهتره دختر چی وارد نی مثل این دوتایی بعدی که ما هستیم ایدر همه چی بلدن راه بلدن یه صحبتی به خصوصی میکنن ولی دختر که بگیری دختر دیگه سربسته ای که گفتی غروبه میگه غروبه گفتی شوه میگه شوه بگی زوره میگه زوره نظر من دختر بگیرم تاب تاب عباسی خدا منو نندازی تاب برونی دیدم بیا بابا کلاش کجا کچکش همش همونجا بوده چله که داشته دارم شیرش میارده میدادم میبود میگم یعنی بچه نداره چون که باش علاقه داره دلم چند شبم که بچه دنیا من بردم میخواد یه هفته بچه همون میداده چون قنداقش باز بستن که میبور میشوست براش عزیز میگه میشه دخترم میگه نه چیره میزنه نه زیبا دست راست میکنه ناراحت نمیشی؟ ما بعد نه باباشه که والیستش میشن بچه های کچکو شب میگردیدم میرم بالا میرم پای میگم موام میخوام و شب تو یاد به در بازه نمیشه مخی خوب ببریش لالایش میکنم یادش نمیاد لالایش میکنم خوابش نمیاد بزرگش میکنم یادش نمیاد لالا برم لالا لالا لالایی حالا هم میشه تا میبر دیوارو نگاه چی کجه ده؟ معلومه کجه نی آدم کورا میدونه دیوارو کجه یعنی اشا معلومه کجه جنباله حالا حساب کن گچه ما میخوایم بریم بزن قدی دیوارو که نفته میگه ما میخوام بزنم قد خونه خودم هم با دنبه گوی نه حرفش کرد چادر شد درم پوش انداختم تو کوچه و گفتم یالا هری گفتم هری گوه نمیرم همون زن میدیش میخوره ها هار میشه ما گفتن یه ذره گچه ما میخوام بزنم سوی ستونو برای تلفن میخوام وصل کنم نختم زیر چوق دیر کشیده پام قضا کنم شکسته بیده
از بالا کشیدم دیرو گیر کردن از سنگ نمیشتی اصلا نتونم شاید جونم خبر دارم خسانه داشت نه پریدون یکی دیگه داشت خوبه خونه داد تو سیدی تو داد چه دوایی بید خواب و سهر رو دل خواست بسو پول شد نمیده هرچی خواهد سنگه میرسه خونه ما و خونه شفر بود جلو چشتی ها کن ببخشی خدا آقا برو نمیری تو برو ما برم ما خونمه تو زنی هستی برو ما خونمه تو با بری بعد ده میتونم با خدا یکی خدا فرصت نمیده مگه بابا نمیده والا 100 سال ده خدا فرصت نمیده تو زن بسنی پیری بعد ده ما پیرم من 4 تا با گور کنم شور پیره برو حالا بیرون چی بخورم بیرون؟ خوش پیره تا نکنی بعد چی تو کاری برو زیبا یه پیرن میار کنم خوش همه پیرن ها کردی خوشو گفتم زیبا یه پیرن میاره الان کنم بعد اگه پاشون فلاکی با اون شلرمون نرمون میکنم برو اون روز هم ازت گفتم خود ندارم جون کنیم نداری خوشو الان نرمون میکنم خواهی تو سرتره تو زن میسی زن تو سرش که جون شهر ها ما غیزه رو میزنم بیاسیم ده نمیکنم ولی برای کام شو میگم ننش گویی فاطمه میشه زمستون هم بیاسیم فاطمه جولان پدره تو بینن از کتاب برش باشه فاطمه میشه بیچادر همه جامعه تا همشه هماهی مرسی یه جور دیاری من بگم شو بیشور بیشور زبون نمیخوام شدن گوه خوردی تو خیلی زده هم اما خیلی زده کتک هم اگلم بزن دومی با شلنگ با تو سری با لغت میزدم 3 تا 4 تا هم زده میشتکیم اینجور تو دستش ما در میده ایتو گیره موام ایتو همینجور پر داد ایتو که ایتو پر داد ما بچه هم بغلم به زبان بچه و بغلم حامله هم بیدم بچه اشتیم زمی همینجور که دستم ایتو گیره پر داد ای انگشتم شکست ایتو پر داد ایتو گیسه دور دستم همینجور گیسو زیر کنده شفتی زد همه اون زد او دوتو خیلی بده تو گویی وقتی همون مثال جلومو نمیان پای سرم میگن ما حللش نمی کنیم ظلمون کرده فلان کرده بسان کرده بگم بالا همه چیش خوبه فقط گویی وقتی زبوده رزی میکنه چی برید خیلی شهرفا درواز کن چی درست کرده؟ چی درست کنم؟ نه ماکارونی ها؟ ماکارونی هم شد چی؟ زیبا چی نپخته ای پدر سر گفتیم نهار درست کرده یا نه؟ درست میکنه گفتم میرم خونه شهربر چی میخوری؟ نهار میخوری کاکا خیلی زبوده رزی میکنه نه نداری نه شربت میخوایی؟ شربت بسه بماری به دفعش صبح به اینجا که ما نهار بخوریم دور هم هر پدری مسئولیت داره که بیا بالای سر فرزندش بشینه نهاری شامی هم که پیدا شد تا خونه خودشه که میمونی که ما بتونیم براش تشکیل بدیم ای بچه ها خواب بلند شدن رفتن خودش که نمیاد بگه این شب
امشب تا فردا صبح چند ساعته بینو باز شد تو خواب یه جور سرشون بده باشه. چند زیاد داریم بچه هم زیاد داریم. خدا حافظ. بای بای. سلامت. چی نمیخوای بریم؟ سلامت. سلام. پول میخوام پول. پول میخوای چیکار کنی پول که بخوای؟ پول دست 10,000 تومن دله شلوار زیر شده. با شلوار بدرش بخری. یا این دوست نیست. خب بعدش نکن پای فرمون. سرت بخوره با اولاد شدنت. مینو 6 تو کلهش نمیده موتور ما شکنده. دیگه بعد اینجور کور میده. نه اینجور زوله پکیده همش خراب شده. برق میده چیشی نمیده. دم خونه رضا ریدن ستون برق. نباشه خودی تو ندیده تو. گو هستن. ما صبحش نمیدیم سیده دوشنه. این فرمونش کج شده. جا پایش کج شده. بچه هم میگه فرمون موتور خدا تو ای نباشه تو اولادی. خدا نکنه نباشه دشمن بچه هم نمیشه. باشه. عوض که گفتی هی چشیش که دنه دمه درس به بچه من نمیاری یا گوه نچه. نه گوهه هرچی حتی پا گرفته. آره گم باشه. اولاد. ای یه زنی داشتم بهترین ماشین زیر پا الان مید بهترین خونه داشتم. یه روزگار خوبی داشتم. حالا هم 4 تا ورده 4 تا یخچال میخوام 4 تا خونه میخوام روز زد برزدی هم چی هم که بسونی خراب میکنن اونی پسر میزه جلو اون مرد دوران که چی خراب میکنن تو کار خودش گیج اومده نمیدونه خودشم تو بازش کرده گفتنم خیلی اومده واسه ماشا 18500 تا اومده نصفش با بلون پای تو نصفش هم بلون پای ننی اداره میگی نگاه این همون میرن چند نفر همون نگاه کن 18 تومن خوبه گاز 30 تومن بیاد گاز کنترت به ازش خرابه ببینی چشه کنتر شهرداری اومده میگه آقا کنتر سالمه او خیلی میریزیم ما این سری ندیدیم ولی 4 تا خانواده 4 تا 18500 تا ما بخوایم پول بدیم باید یه نفر باشه روزی 300-400 هزار تا درآمدش باشه که به این خرجو بخوره بیا آقا بیا شوگرم اینقدر خاطرم میخواد تو میکردم میمرد بعد حالا مردم میبینم همه چی زنا میگن خب خوشی؟ خوش تو خوشی ما خوش ما که خوش نیستیم چته؟ میخواستم خونه شعبری برو شما بدم پیش قصه کاملی شعبر یه ما خونه هم نمیجا زمین هم نمیلوسی بچه میخوام برس شما هم اینا یه وسیله ندارم سوال چون بیام زمین بخرم بدم بچه نه بچه که میگه بوام زن زیاد زده میراث گیر ما دیگه نمیاد کیه؟ یا پیکانی یا کاری طلبکار را باشه طلب کنه 5 تا پسر دارم انگار 5 تا انگار بره میشودم زن هیچ کاری نمیتونه کنه بخواه هر کاری مردت کنه من چند سال با خودم زنده میکرد 7 سال 8 سال زن هیچی دستش نیست که بخواه مثلا مشکلی بشه و دوام شوهر بشه طلاق به خاطر اولادم نگرفتن به خاطر بچه‌ام گفتن این طلاق گرفتن 4 تا بچه‌ام آواره میشه سرخور میشه زن بوها به چه کسی جمع نمیکنه من خیلی گفتم طلاق به موقعی که زن رسیدم به زن رو که ما خود زن رسیدم طلاق نمیدم
خب تلاقوس نم چه کنم یکی میسونشون یه پیرمردی میمسون جال کنه زیبا نگاه کن چه سینه خوبی داره نگاه کن که اون صداش بیشتر کن زنه پیرام کردن زنه یه اخلاقش خوب باشه دی آدم پیر نمیشه خب پیر شده سنت بالا رفته پیر شده دم خواسته زنی بوسونی 15 سالش باشه جوون میشه این حرفای علکی نزن خوشم نمیاد یه وقت من زن جورا داره با طرف زنه تو نمیخوای کدامش قشنگه تو نمیگی نه کدامش قشنگه قشنگ داری من خیلی دوست دارم چه دوست داشته باشید چه نداشته باشید آقای مقدم میخواد زن بگیره یا همه دیدی سلامت وردام اینجا هیچ که نفهمید همینجور اینی خانم ساعت بقید دقیقه ولی من اون زنها نیستم چکار کنی؟ خبری خونی بعد نه کار سابقتر میشه موقعی زن باشه خودش چی بیاره میده جلو من تو بخوریم میوه همینطور نهار همینطور درست میکنه دوتامون ما دوتا میشینیم میاره همیشه میده جلو ترسم کش میکنم زن کش کنی؟ هم خودش هم میریم غذایی تو میخوریم که سمپاش رو میتونیم کنیم میبارزن تو غذا همه جور دیمشه سمپا اصلا ما قدقنش کنیم میگم حواست باشه خودت میری او پای لوله برمیاری میخوری من گفتم هر موقع تا زنده ازم بخوای رمزان بزنی بسونی خودکشی میکن من بحثم شده که الان تو کشتگی بحثم شده که خودم کسان آتیش بزنم گفتن یعنی زندگی در نمیره نیست خاله بس آتاله گفته ما برد شدی تنه خیلی گفتم کمکه ای پنجو وسع خوده بهتر هم میشی بهتر سرگردون بلو بلو خدا کنه دورونش ابل فر جمع کنه خدا جمع ای خدا هم خدا وسیع سفارش تو به قوم نمیخی برد تو زشته برد تو من اونجا نمیدم جون میکنی قیافت بزنه ببینم مال چیه ای بله نه بری که نه بری بله مامان دقیقه میزنه قشنگ شه بری بابا نه چیه؟ یه انگشتای توچی ای تو رو بری نموزاد توچی بگیریم تو کنیم دست کجا؟ برید خب میخوای؟ آره آقا چون فاطمه نمیخوای؟ ها؟ فاطمه مشکل آمد جلال نکرد عزیزم منو تا آبی ایرود خونه بودی منو تا آبی ایرود خونه بودی منو تا عهدی بستی مهدب تیمون کدام کافر منو تا کرپشیمون شبم تار و روزم گشت شب تار خدا شب روزم بشه دشمن گرفتار شبای روزم بشه دشمن گرفتار سهر صبحی که ایشون باره میکن چشمام دیده و دلم باور نمیکن
بشینی خب خواستگارامون باره من حدیث دوست دارم. آفرین چی براش میاری؟ چشم میخورم. دیگه چی؟ کفش. آفرین دیگه چی؟ خب لباس هم میخونه؟ علی بگو دوست دارم. علی خاله داماد بفرمایید دختر خاله عروس بفرمایید نه عروس بفرما عروس خانم شاید اومدم بیا یکی دختر من خبره دانشگاه درس بخونه میتونی بشینی خرجش بدی درس بخونه یا نه؟ نه بخوای بخونه و دخترم بی سواد نمیذارم بیا بالا و لیسانس بشه به کارهای خوب برسه بس خودمون بدبخت نشه بی سوادی میچی نمیفهمیم اونو گردن ندست اونو گردن ندست ایسا به ما برو برم سلام اشکای ریزه 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 اشکای ریزه ریزه چشمای زیبا میریزه زیبا دخترش مخبره تنه میشه سخت میشه الو چطوری؟ کی میتونم ببینم؟ که؟ فردا خود دوره امرو نمیشه حالا نداریم نداشتم صوت زنگ برد نمیزدی ها ما که تو دوست دارم تو چه؟ تو هم ما دوست داری ها؟ هر ساعت تو خبر بیدی عروسی میکنیم ها زن موقعی که روی زن وردی 24 ساعت یکم ناراحت میشه ولی دیگه کم کم سرد میشه خب کار نداری؟ خدا حافظ خدا حافظی نکنم ما کار دارم بیکارم اصلا صحبت کنم باش تو یقین بیکار هستی ما بیکار هستیم
این بار که اومد خونه خواهرم رو خالی بودیم. چند بار هم خواستگاری موفق نشد. دیگه بار آخر که اومد خودم گفتم میخوام دوستش دارم دیگه با اون راضی شدم بهش دادم. اخلاقش خیلی خوبه، خوش مرامه، مثلا با همه برخورد میسازه. هم اون من میخواه هم من رو دوست داشتم زندگیمون خوب بشه. یه جور فکرش میکنم.